نماز میخونیم میگیم صراط مستقیم میخواید، مسلمان ها با هم دعوا میکنن. اون وقت 2 میلیون 3 میلیون اسرائیلی مسلمان ها رو نابود میکنه، زن و بچه و پیر و جوان و بیمارستان و مسجد و همه جا رو بمباران میکنه، نشستیم نگاه میکنیم و او جرأت میکنه این کار میکنه. برای اینکه ما با هم نیستیم، برای اینکه ما زبان و نگاه مشترک با هم دیگه نداریم، ما وحدت اسلامی رو نداریم، سر ظاهرا چیزهای خیلی ساده با هم دعوا میکنیم که تو این گونه ایستادی، نه باید این گونه می ایستادی، چرا این گونه نایستادی؟ صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام. نماز روزه برای او وحدت است. اگه وحدت نکنی بر چی نماز میخونی؟ بر چی روزه میگیری؟ الذین مکناهم. اروپایی‌ها با همه دعواهایی که با هم داشتن مرزا رو برداشتن، پولاشون یکی کردن، راحت با هم رفت و آمد میکنن. ما دیوار میزنیم، جلو همدیگر رو میگیریم، گاهن همدیگر هم میکشیم و با همدیگر هم حرفایی میزنیم که معلوم نی. مسلمونیم. این تفرقه و اختلاف رو دشمنه که بین ما در حقیقت تقویت میکنه و اعمال میکنه و ایجاد میکنه. وحدت بالاتر از نماز و روزه است که ما میخوانیم. مسلمونا نماز میخونیم، روزه میگیریم، با هم دعوا میکنیم. حضرت علی علیه السلام در خطبه 18 یک عبارات به اصطلاح گفتار جالبی داره. این اختلافات رو میگه ترد و الی احد. ما نداشت، ما بگیم ما مسلمونیم ولی با همدیگه دعوا داریم، با همدیگه رابطه هم نداریم، ولی تو زبان میگیم برادریم. بیایید در عمل با هم برادر بشیم. ما اگر با هم چنگ به ریسمان خدا بزنیم، هیچ قدرتی نمیتونه ما رو زمین بزنه، هیچ قدرتی نمیتونه ما رو ضایع بکنه. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان بیاریم ما برتریم، اگر باور کنیم ما برتریم. الله اکبر، ربی اعلا، یعنی خدای ما بالاتره، یعنی راه ما بالاتره، یعنی عزت مال مسلمون هاست. این باید در عمل خودشو نشون بده و امیدوارم این جمع شما بتونید با همدیگه برای جوامع اسلامی یک نسخه، یه دستورالعمل، یه پیام رو ببرید، نه اینکه تفرقه و